دیگر جوان نیستم. میانسال هم نیستم. به همین خاطر است که همیشه میاندیشم این آخرین اثری است که به او پیشکش میکنم و به فکرم میرسد که بنویسم برای آخرین بار به او. اما حس میکنم که در این جمله نقصی هست و اضطرابی. یادم میآید اولین کتابم را در نیمه راه جوانی به بهترین دوست روزگار کودکی تا جوانیم تقدیم کردم، به برادرم رحیم قاضی مقدم، که با دوستیم بیش از همه کس او را عذاب دادم. حال در آستانه پیری میخواهم جمله‌ای شبیه به آن بگویم به همسرم فرزانه، که با مهر بی حدم به او تنها کسی بودم که پیوسته عذابش دادم و افسوس که نمیتوان بازگشت و از نو ساخت.